لحاظ تیمی میشه گفت یکی از سخت‌ترین رقیبای ماست. حالا از همون اول حمله میکنه سلیمانوفی که نقره جهان رو داره، نایب قهرمان جهان، در مقابل عبدالولی جوان. عبدالولی ما که دیدیم در رده‌های سنی چه مدال‌های قشنگی گرفته، افتخار آفرینی کرده. حالا یه لحظه اومد کمرگیری کنه از بغل. سلیمانوف دستشو خوند. این کشتی سنگینیه. میرزازاده نیمه نهایی راه پیدا کرد، فرخی نیمه نهایی راه پیدا کرد، احمدی به نیمه نهایی راه پیدا کرد. فقط کشتیگیر چهارم مونده. امروز 4 کشتیگیر ما رو تشک اومدن. نفر چهارم عبدالولیه. این کشتی بسیار حساسیه. عبدالولی که کارش از همه میشه گفت دشوارتره. در وزن عبدالولی وزن 77 33 کشتیگیر حضور پیدا کردن و عبدالولی سعی میکنه که فشار بیاره رو سلیمانوفی که درجا زیر کت زد. به قرمز میخوان اخطار بدن به کشتیگیر ما. کشتی فرنگی اگر زود زده شه در خاک بسیار خطرناک میتونه باشه. مربی ما میخوان که از اول سفت و سخت به تشک بچسبه. تا اینجای کار عبدالولی کشتی قشنگ گرفته. سلیمانوف بارانداز رو جفت و جور کرده. ببینیم آیا میتونه به اجرا بذاره یا نه. دست‌ها رو قفل کرد، سمت چپ رو نشون میده. سعی میکنه بارانداز رو سمت چپ بزنه. عبدالولی جوابشو میده. سفت و سخت. حالا سعی میکنه لیفت کنه. چقدر قشنگ دفاع کرد. انگاری او رو به تشک با جوالدوز دوختن. سلیمانوف یک امتیاز جلوه از عبدالولی ما. حالا عبدالولی سعی میکنه حمله کنه به سلیمانوف. برای کمرگیری بار دوم اومده. معلومه آذربایجانی‌ها رو این کار کردن. هر وقت عبدالولی سعی میکنه از بغل جستی کنه و دور کمر رو بگیره، سلیمانوف از اون زاویه حرکت. حالا سعی میکنه کمرگیری کنه. دستا رو قفل کرده یا نه؟ جفت دستا رو قفل کرده. یه لحظه اومد پیش انداخت. چقدر باهوشه. دست رو قفل کرد بعد دوباره یه دفعه باز کرد که پیش بندازه، چون با دست قفل شده نمیشه پیش انداخت. 2-1 عبدالولی خوشفکر جلوه. چقدر قشنگ. جفت دستا دور کمر و در حالی که فشار میاره به سلیمانوف یه دفعه دست رو باز کرد. سپاس از فیلم‌های ارسالیتون. من فیلم‌های ارسالیتون رو وقت کنم همه رو استوری خواهم کرد. فقط ما وقت نکردیم این چند روز. چقدر خوشفکر. 4-0 جلوه. اما مهم اینجاست این کشتی. حالا داره فشار میاره سلیمانوف و عبدالولی داره جوابشو میده. همینجا اگه کار کنه عبدالولی امکان نداره اخطار رو بدن با آبی. بحثی کمی رو به جلوتر کار کنه. بله حالا بهتر شد. یاد داشته باشید اخطار اولو به عبدالولی دادن. اخطار بخوام بدن یکم تلاش کنه با آبی میدن اخطار دومو. مربی ما میگه عقب نکش. داور میخواد اخطار بده با آبی. بله اخطار میدن. میگه فقط هول دادی، به دنبال اجرای فن نبودی. او رو در خاک میشونن. یه امتیاز دیگه به عبدالولی تعلق پیدا میکنه. ببینیم آیا به دنبال امتیاز گرفتن میره عبدالولی یا نه. آیا به دنبال امتیاز گرفتن میره یا میخواد 3-1 خودش رو حفظ کنه. حالا دست رو از بالا قفل کرده دور سینه. کم کم میبره پایین دستو. از پایین میخواد بارانداز رو به اجرا بذاره.
هنوز نشون نداده. بله سرپا 1 دقیقه و 58 ثانیه. یک دقیقه و 50. حالا عبدولی سعی میکنه به موقع خالی کنه. اینجاست که من خدمت رو عرض کردم چون دو کشتی اول عبدولی بسی رکاوری خوب کنه، تغذیهش بسی درست باشه، ریکاوری درست، برای اینکه کشتی سنگینی در پیش داره. سلیمانوف داره فشار میاره، داره چپ و راست زیر کت میزنه. عبدولی هم جوابشو میده. 1 دقیقه و 20 ثانیه داره حساس میشه. سلیمانوف به دنبال اجرای فن. یه لحظه من برای کمرگیری عبدولی بهش اجازه نداد. هدفش اینه که عبدولی رو خسته کنه. عبدولی هم وسط میدان وایساده داره میجنگه. نگاهی به مانیتور کرد. 1 دقیقه 55 ثانیه 50 ثانیه 3-1 عبدولی جلوه. 45 ثانیه. سلیمانوف یادتون نره نقره جهان رو داره. عبدولی به موقع خالی میکنه. آرنجای عبدولی رو نگاه کنیم مال خودشه، چسبیده به بدن. یکم بیاد بالا زیر کتفو میخوره. به مرز 30 ثانیه داره خالی میکنه چپ و راست. 25 ثانیه. سلیمانوف در تعقیبه. عبدولی گاردو کاملا بسته، تو خاک کار نکرد که انرژی داشته باشه برای سرپا، ریس نکرد. سلیمانوف 10 ثانیه بیشتر وقت نداره. از این لحظه 10 ثانیه. آفرین به عبدولی. نگاه کنید گارد پایین. 4 ثانیه میشین برای کمرگیری. 2 ثانیه 1 ثانیه. نایب قهرمان جهانم شکست میده. چقدر خوش فکره، چه کشتی میگیره. به چه لذتی برده. رنگرز و بیشتر خوشحاله، بوس میفرسته طرفش. یا رو تشک